آدمای شجاع، آدمای با غیرت، آدمای با عزت، آدمای جنگجو، خب آدمای بردبار، آدمای مهمان نواز. این همه خصلت که ما رو خداوند داده، پس ما زیاد به آداب و فرهنگ و دود و رویدگی بلوچی ود بودن. ما چاره سیدیم آدیم در دنیایی که در گلاشو به پیشرفت رو بیدیم آدیم رو این 2400 آثار و فرهنگ و دود و رویدگی بلوچی مرها هیچ کدام ما بوده شفاعت که بوده. دونی که کاش ما تاکی درختان بوده، سیمی که کاش ما کتوک بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. من روز یحتین دزک موضع تاسکپل حاج عبدالله سپاهی. حاج عبدالله ادمت شما سلام عرض کنیم. و علیکم سلام وجه و شهته سلامت به وجه من منتواریم که وقت و تجدایت نماین گریبان سریجه. سلامت به شما بزرگواری. واجه یک کم بیوگرافی و در زندگی و در بینندگان و شنوندگان ما باره بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، حاج عبدالله سپاهی شهرستان سراوان، روستای دزک، موضع محلی تاس و کپل دزک گنجل دارم. اما فهم براتون گو ما خدا مکن که در کلمه اول یک عاشق بود. اگه یک عاشق بود کار رو پیکی باش انجام دن چونه بوش یک گلدستی بود. اگه کاری که بسلا به عشق و علاقه ما بود کاری برای ما نبود. ما یه مستند پرکو با میثم راد سر اول برنامه ماشیت که من حاج عبدالله عاشقم، عاشق، دیوونه هم دیوونه. یعنی یکی تر دیوانه توار میکنم، عشق تو ثابت نبود. ما سال 1360 من حاج عبدالله شروع کو با 2 قلم، یک گدامی یک هش. ما پنی دوان شروع کو دیگه طوری شروع کو مدت من کارمند بانک تو هم داد. الان بازنشسته تو
در سراوان کارمند بانک جان کل خدمتمون در سراوان بوده. 30 سال 33 سالون در سراوان خدمت. متولد چه سالی شما؟ ما 1338 نومبر. ما زمانی که در کار بانک هم بودیم، کار کشاورزی بودیم گونده، چون عشق علاقه زیاد به آداب و فرهنگ و دود و رویدگی بلوچی ود بودم، ما چاره سیدیم آدیم در دنیایی که در گلاشو به پیشرفت رو بیدیم آدیم رو این دود رو بیدیم ما گلاشو پاش وابسه چون وابسه هنچه وابسه که الان در مروز دوبرو یک جوانی را به صلاح بگو که آقا این جنسیو ندنتی نو ما گو ما شانه بیایی زحمت شبکشی این کار انجام بدی تا این دود رو بیدیم ما ماندگار بود چون که ماندگار بود. الان شما حساب کنی همین نقش و همین نقوشی که سر بالشان ما سر فرشان ما شمپای دستی تشگی نواجمو ماش الان تو بچار بعد زالبول ما را شیرزن بلوچ ما را هیچ پیمی نقشه گون نبوده چای کاران پخ به ذهن کرده نو ما را بچار ما را چیکاری هنری ها. ما یک مثالی جنا برای شما براتان و وارکان و بیبیان و کماشان و که ما یک 5-6 نفر فرانسه ها. فرانسه خانمی نامد خانم لدوک این بیبی یه زمان که دیگه 15 شبان روز تا موضوع دی چی گوند فرانسه یک چوتکی و رنگی و قلمی گوند منی پیش داشت که ما چو عکس کشی یعنی عکس منی کشته انگه عکس ما هستو و یک چوتکی یک رنگی فرانسه یه دیگه ما چی هنر رو پیش داره ولی ما رو بگو که 2400 آثار و فرهنگ و دود رو بیده که بلوچی ما را هیچ کدام ما پخش تالن نمیم هیچ کدام ما حتی نوجوان ما که یه به ایزی قرن بعد ایزی بسر نسل بعد اصلا ندانه که بسر چی اصلا دود رو بیده چی آدم فرهنگ چی ما را هرچی که هست یه پیتماتی هست اگر چنانچه من پیتمات نبودیم ما وجود نبودیم پس بدانی که اگه ما رو دود رو بیده آداب و فرهنگ ما بلوچ ازمین برو ما مثل رفته ایم پس ما کار بکنیم در این روزگار که بیای این دود رو بیده تنکه منی حاجی عبدالله صفایی مبا شما پاکیم بلوچان مسئولی که بیای این کار رو انجام بدید این دود رو بیده که شما مثلا تا دوار تو یک چیز کبته تو اتنایی نکنه یک گوشو که ناتا تا یک چیز نکنه دوری دیادیم اضافه در اوده چون خود الان کمودان یاته و ساله دیگه یاته اضافه هو اگر ما شما پاکین براتان بلوچان بیبیان واجیان کماشان پاکین تغذیه کنم اگر چنانچه چیزی شما را در کل مناطق یا در دوار وقت کبته قدیمی و نرانید مثلا احترامی ندی شیر بیار ایده که ناکوش یا ایده که برات ایده که مثلا هر چی که شما منتواره کنی بیاریتی ما بینوان امانت دارانی شناسنامه داری کنه هر موقع تره چیزی فایز بگذاری بری من دیگه جلوتر نگیرن که آقا تو چرا پچه بو پچه نگو چون مال چی و تو واجه مار جوز کو که مثلا موضوع ماه سال 1360 شروع کو با دو قلم دو قلم که ما شروع کو ما کم کم اول یک گدام میاد خب ما گدام جتا دمون بغل موتور کم کم دیگر بیا دیگر بیا چون شغلمون در بانک کشاورزی طور یک در از بانکتون ته بانک نه تو دیگه کلا ته روستایان تو این روستایان دیگه کم ما این دود رو بیده گوتا آدا فرهنگ گوتا چیزانی که ماره بوده زمان قدیم الان من دوربر 2540 یا 20 قلم آثار و فرهنگ دود رو بیده من در موضوع موجوده همچنین موضوع تاسکفل هم ثبت موضوع ما در کل جهان در کل ایران در کل بلوچستان معروفه یعنی هیچ کجا من در سال پاری نه پیداری من برتری کشور بودم برادرانمون خاران عزیز ماتانمون کماشانمون من نماینده شما اول بودم در کل کشور یعنی بدانه که این زحمتی که موید کشته بیهدر نه حتما هر کجا کران نام و نشانی شما فرهنگ شما را بازگوی کنن گوانی بنا مسئولین که بابا ما را همچه آدابی همچه فرهنگی همچه نقوشی همچه کار ما را یعنی ما چنین مثلا ما کل کشور ایران که ما 31 استانین در حال حاضر من ناقلش حاجی عبدالله برترین کشور بودم هچه برترین کشور بودم چون که آداب فرهنگ رو تو یاورت دیما اگر ما آداب فرهنگ رو تو بیهیال کنیم ما پیتمات رو تو بیهیال کردیم اگر ما آداب فرهنگ رو تو دست بدیم ما آداب فرهنگ عزت
شرف، ناموس، همه چیز آدم فرهنگ مایو دود رو بیده مایو. الان شما بیچاره در سالی که انگلیس یاد در ایران، کل ایرانیان ما با لباس محلی تی، حتی در تهران، حتی در کل کشور تمام با لباس محلی تی. اوتی بابا جان شما ایشان در کنی هم کت شلوار پپوشی هم کرواتا. ولی در حال حاضر یکی در ما بلوچستان، یکی در کردستان، یکی در لرستان، الان در بسیار طرفای چهار محل بختیاری شام بوده ولی کم رنگه، بی نهایت کم رنگه. ولی ما یار شما براتا وارکان تقاضای کنن که همه فهم این لباس پوشش لباس ما شما یک دستو یک رنگو، مثلا زالبول ما شیرزن ما با لباس قدیمی با دوختی با فلانی با 70 میلیون 50 میلیون دوختی هرچی بود ولی دود رو بده گوت بیهیال نکردن. ما خواهش کنن شما پاکیم براتن که این دود رو بده گوته این فرهنگ گوته بیار دیما میلی تکو وفسد الان وابو ما آگاه کنیم. اگر ما آگاه کو برو ما کار ما موافقی. این موضوع ما که 2500 خورده آثار فرهنگ کلیم ما 400 سال قبل از میلادی هم 900 سالی هم 600 سالی ها 500 سالی ها هر بسیار وسالی که ده یک داستانی توی ها. مثلا الان موقع داستان چوشو نبود که ما تکپریتن. اگر ما بتوانیم با برادر عزیز تکپریته که این نشانه گوش و معرف کنی که مشکلی کاری مندانه آره همون وقت نیست که ما همون وقت نیست. مثلا بنوان مثال همین کوش ما که ایده هست مثلا منی گوام برای شما که بدانی اولی که ما بلوچان نسل آریایی در پراکنده در کل مرزهای دنیا، نه در مرز ایران و پاکستان و عربستان و هندوستان و بسیار فلان نه، در کل دنیا ما روی مرز سکونت کرده. یعنی شما هر چه بچاری بلوچان کلا روی مرزه. آدمای شجاع، آدمای با غیرت، آدمای با عزت، آدمای جنگجو، خب آدمای بردبار، آدمای مهمان نواز. این همه خصلت که ما رو خداوند داده پس ما هرچی استفاده میکنیم. پس من دیما این همه خصلت که ما بلوچ داده، اصلا بلوچ در زمان قدیم خیانت اصلا در بلوچ نبوده. اگه یکی خیانت بکنه یک کاری اشتباهی انجام دادی پاگی سر دور کو، پاگی سر دور کو شی تنبیه نجتش خبرش نده دعاش نکو ایدی مادمش نکو پاگی سر دور کو. پس بدانه که متوجه هر چیزی که ما رو گوره یک عزت یک شرفی ها. نو آدم ما بیاییم اگر این کار ہوتا انجام بریم ما پاکینا و یک دست چاپ جته نمو. شما براتان شما وارکان شما کماشان پیرمردان زالکان بیای گومنین همکاری بکنی گومنین چوکش گومنین براتش خدا وکیلی این موضوع شما اصلا جایی نبوده وسایلان. ولی الان براتون گو که آقای وسایلان تو چون یاورد ای وسایلان ما پاهون دل یاورده. یعنی یک شخصی من نگفت که آقا این چیز بزرگ بدوان هدیه. زمانی که مثلا ما رفتیم یا مثالی چنین رفتیم در جال که مثلا خمران 700 ساله ما شما شگیری در موضوع موجودی ما رفتیم در بانک تو ما رفتیم ما دی ماموره ما واسه خمبان و حاجی خمبان ما بلا نست شما گفتی تکلینگا کپته ما ندانی تکلینگ گار رو چون که ما رفته کارگری گرفته شیرین ارسته خاکانی گوپسان در کرده یا اوته برف انجتا شوشته پچی من عشق بیتا چاره که علاقه نبوده تکلینگ دور داده. نو الان بیایم ما شما خمبه 700 سال که خمره جدت هم رو 3 سالمو لیدانه که ما هنرمند بوده. ولی امروز در حال حاضر ما برای هر چی بهای دی بل برای هنرمند و بهای ندی. آقای هنرمندان بداری هنرمندان احترام بنادی. الان شما بسیار دول دوچاپی بوده دول سرنای بوده ازبین را الان سال سرود ازبین را الان چنگ ازبین را الان دونلی ازبین را الان تنبوری بین را الان ما بیان شان پر زنده بکنیم. هر چیز جاوتی نیکو آقا در نماز در عبادت در کار در هنرمندی ما نگوی که آقا تو پاک کار هنرمندی که مرا نماز مکن خداوند عبادت مکن نه پاک کاران تو بگی قلبت صاف کن. اگه قلب ما صاف بود پاکی کاران ما باشید. مثلا ما بروچان در زمان قدیم اولی که کوش ما پا بوده پا پیش پات کا بوده. دونی که کاش ما تاکی درختان بوده ایم. سیمی که کاش ما کتوک بوده. کتوک چیه؟ مثلا حالا ما میگم کتوک اصلا بعضی مثلا ندانه که وارکان براتان ما ماتان ما وارکان ما ندانه که اصلا کتوک چی.
کتوک یک کوش الان در چه موجوده داری پی میکنی. نمونی هست شما دیده؟ بله نمونه مفلح چیزان نمونه ده هست. حتی ما کوشانی پرشوانی نامگیرن تمام نمونه هش هستی. مرو الان ما تو جورا پاده کنیم. الان ما موقع تینه دانه. ولی در زمان قدیم مرد سور بوده. سور رو در لونجو ایر پش بوده، ایر مود بوده، ایر پوج بوده. گیشه پشمینان جنینا پاک کرده، مودینان مردینا پاک کرده. این بسیار سور ما یک جورابی بوده برای ما، یک حفاظت پادی بوده برای ما. پا پشمی گراند و میش و شم پیم بوده و مود بوز پیم بوده. این بسیار سور الان چو بوده که مثال ایجتا گفتی اگر کوش ناته بوده دبکت یک تیاتا گفتی بلوچ و سور سوا شدی. یک مثال قدیمی ایجتش یعنی دانتش که یک بلوچی هست چه علامتی بوده. اگه مار علامت مبو دو روی دیگه مبو مار هیچ که جای نهره، هیچ که ندان که بسیار گجا قوم و گجا طایفه. انسان بلوچ هر طایفه اگه ریشه مبو های طایفه نو. چون ما قوم بلوچ ریشه باز ته زمینو نکمو ما ازاور نبوده. زمان رسول پاک صلی الله علیه و سلم بلوچ بوده، زمان پیدایش بلوچ بوده، کم کم گسترش پیدا کرده یاته بنین نورسه. خب ولی ما الان صحیح کشتیاتیم به کتوک. ایر کتوک بعد از کتوک جنین مردینش، بعد از کتوک یاته تکلش وا کردن. تکل دو دانه پیشی دو همشه گفتی دیتش نه ایشی مقامت نی 2 هفته 10 روز 20 روز 15 روز طاقت نیاره. چونش کو پدا سواسش فهم کو، سواسش فهم کو. سواسشون یک سالی اگر ریدگی پیش بو بسیار واشی بو گفتی یک سالی سواس کنتو راه رو عام سواس شون توی در تابستان آپ جنه این ماشوما رو 2 قلب ها، یک قلبی نی، یک قلب ماشوما پاد ماشوما، یک قلب ماشوما قلب ماشوما. اگر شما پاد و حفاظت کنی هر گرما و سرما مخصوصا این لاستیکانی ماشوات کنی در تابستان چیز زده کلی برای قلب ما. نو ما بیاییم بسیار ایس بسیار سر را سواسشان احترام منادی. بعد از سر سواس که الان کوشان متمرو لبنی ما لبت فهم کرده. این 4-5 نمونه کوش، این 4-5 نمونه کوش چی بسیار کوشان ما بلوچان بودیم و تی سر سواسه. رو حساب کن بابا جان در 4 ماه جلوتر ایر بسیار تیرا یعته بودین تقریبا 31 استان کشور ما را. ایر 31 استان کشور ایشام یعته انشونش کرده. ایر پوشش هر قومیش بسیار فیل فور کرده. پوشش هر قومیش بسیار هر استانیش فیل کرده. یادیم در سیستان بلوچستان ما فور کشانه دادیم بعد از 4-5 ماهی. چون رفتیم تو پدا همشی دنیای پخش بوده، هم بسیار شی ایران پخش بوده، هم شی هر کجا پخش بوده. ایشان نمونه کشوری من در پوشش بلوچ من نمونه کشوری بودم. چی نمونه کشوری بودم؟ چون که تمام چیزمون رو فرهنگ منو الان پوچر من بچاره بسیار کاران من بچاره کلا روی آداب و فرهنگی کردیم ما. براتمون در موضوع ما الان شما حساب کنم یکی موضوع که الان ما تو نیستیم 1 سال سرشی زحمت کشته بود تو تک کرنا. هر کسی من گفت آقا بیا من کمک ده گفت تو گنو که من گنو نه من که کمو کجای کاران دانه کش کنه. شان عراق واد، عراقیده واد، فکر واد. چون یکی در یک کار بهره برو آخر خود به خود پیش رو. چون که پیش رو ما کار انجام ندیم آقا کار ساعت بابا کار ساعت نه تو برو دیما مروز حراب کو بانت واش کنه پوش که حراب کو فرام پوش واش کنه ولی یک روز واشم. الان براتمون تو کی چیزایی که شنام گیره من در موضوع هر چی تو بگه الان مترجم الان ما موضوع سال 60 یعنی مروز و کس و 40-43 سالو ما زحمت کشته تا جاگیات رسته ما شرف برکت یک کران مارکت کمک نکرده ما حمایت کسی نبوده فقط عشق و علاقه مواد بوده منی پری جاگه سر کرده. اگه تری براتون دیگه کاری گپی سوال یا ما به کوچی در خدمت. دست در مکان. استاد این موضوع شبیه موضوع تو استاد هست؟ اصلا موضوع شما در کل کشور نمونه. یعنی تو استاد نمونه نیست نه؟ اصلا موضوع شخصی فقط یک موضوع آقا سالی ها در سورانو. خب آی بابت تمر و دیگر آدگیر و فلان و فلان. موضوع شما حسنی چیه موضوع شما را که تمام چیز زنده
درست خب چیزی مرده تریده نی درست تمام چیزی مرده زنده است خدیم تنیده زنده تا شهر واجواشه مثلا تو بالش چهره دودرو بیده پرنگو چهره درست وقت نوشیر چهره در کل به اصطلاح ایران شما بری بگردی موضع نیست که آداب و فرهنگ یک قومی خود جنبو مثلا قاجاریان های صفویان های زندیان های فلانیان ها ولی چیمان نه چیما فقط حد 2500 خورده قلم شواشیری تمام دودرو بیده بلوچ درست پس در منطقه ایران تو موضع به اصطلاح شما در شهر سراوان در دزدک نمونه کشوری و درست نه نمونه استانی دیگه الان تو برو الان شما یک موضع در برو به 4 موضع ما رفتم موضع خارج رفتم موضع سوئد رفتم عراق رفتم به اصطلاح مدینه رفتم مکه رفتم کشور خارجی رفتم انواع و اقسام جنس ایران هست هندوستان هست پاکستان هست فلان جا هست ولی در موضع شما نه همه چیز شما چی شما تو زنده چاریه اگه دیگه کار گپه همون پوچ در شما بغیر از شهر سراما شهر دیگر استان رفته پا جز کردن و درخواستی وسایل چی؟ آخر وسایل آواشنگه پیجا وسایلان مار پرای ما یاره ولی ما قبول نکنیم درست چرا قبول نکنیم؟ چی؟ آها چون دود رویده که ما نو یعنی چی با بلوچ نه چه فرهنگ ما نو درست پیچه هر قومی رو یک فرهنگ ها 100% خب هر قومی رو یک زبان ها درست مالا ما به زبان بلوچی رو آور کنیم مثلا به زبان ترکی آور کنیم به زبان لوری آور کنیم به زبان چرمال بختیاری آور کنیم اب شیرازیان دیگه پیم آور کنیم بوشیریان دیگه پیم آور کنیم حالا برو در کل منطقه بلوچستان حساب کن هر یک روستای بره یک چیز دیگه نام کنه لفظش فرق کن گوشت دیگه آور کن سراوان دیگه آور کن به اصطلاح بمپوش دیگه آور کنه هیدوش دیگه آور کنه دلگان دیگه آور کنه هر یک زبانی و همه روستا به زبان وتش آور کنه این شمشیر که نکه این شمشیران تخت دزدکی دزدک پایتخت حکومتی بلوچستان بوده یکی به اصطلاح دزدک بوده یکی بمپور درسته این دو این جاگه دیگه هیچ کنه قله ما شما رو نبوده بجز دزدک و به اصطلاح چه در به اصطلاح 1000 سال به اصطلاح 700 سال جلوتر ما رو 1000 دانک دستگاه قالیبافی در دزدک بوده 1000 دانک 1000 دانک در هاران 100 دانک بودیم خب ما زرگران یک جاگه بودیم موچگران یک جاگه بودیم به اصطلاح بافندگیان یک جاگه بودیم خب تولیدش کرده این شمشیر 800 سال عمریو تو چون بارگو 800 سال عمریو تاریخ هم سرجته کنن تاریخ نه از روز مثلا ما تاریخانشان چون حساب کنیم مثلا شما یک چیزی مارین درگی یارین مثلا گوینی آقا چند پشتو ترگو 7 پشتم به عنوان مثال 10 پشتم ما پشت تقریبیش 700 سال گیری اولو که عمران 100 سال 20 سال بالاتر بوده ولی ما 70 سال گیری مثلا 10 به اصطلاح چه بود 10 قرن بود 10 700 سالی بود مثلا مثل خمره خب رنج میتونه بسرعت کشما کلا حتی مثلا زمان که ما شستان شاب بردن میراث فرنگی حتی پایسی شان چه بکن گفتی حاجی آقای خمره چند سال میگه 705 سالی بود 700 بود 701 بود هنچ آی بسرعت چه کرده کار وقت انجام داد گو حاجی دیگه من جنسان ترا من کار نمیدم فقط زبان تو قبول یعنی اگر کسی تخصص در کار بود دان ایشی چی کرو آی چی کرو مثلا همین شمشیر بچار مثلا شکوی بارکته رو آچیکوی آری زن کرو این دورانش فرق کنیم دیگه نه دوران فرق نکنیم توی الان ما شما طایفه ایم مثلا طایفه سپاهی ها طایفه عمره ها طایفه دورازی ها طایفه بسلا انواع اقسام طایفه ما شما گمشازی ها سپاهی ها دورزاده ها انواع اقسام طایفه ما شما رو طایفه این چون ریشهش هست کسی که ریشه ما باید طایفه داری ما نه همه نبود اما این بسیار شمشیران در زمان قدیم مثلا شیران در زمان قدیم مثلا آئی که باز مدوکی زن بوده چه حاکم بوده چه وزیر بوده چه رئیسش فرق کرده چه جنگجوانش فرق کرده زود بیاتین شمشیر داناته دانتش که شمشیر چی که وجه مشخص بود مشخص یعنی باز چیز رنگ جنین این رنگ چه فلانی و این رنگ چه فلانی آفرین مثلا در زمان کریم در طرف های قرآن ما شما استعایفه رو پسان جاهی ها
شروع رو پسند ما شما یک بلوکیدن هیچ نشد یک بلوکیدن هیچ یک سرسیدینی شه یک سر دنبه شه یه دنبه رنگ شه یه سر سینه شه که نایر کو ہے ناجر کوٹنگی یعنی به اصطلاح طایفه روی آیا مشخص بود چما در طایفهشون روی به اصطلاح شمشیرانش بوده روی لباسانش بوده روی دو بدگش بوده اون باز در کنیم استاد دست در ما ممنون ما منتوار شما در چیزا هسته که افسر پرمش معرفی کنو هر یک چیز بله بلوچ بلوچ رسالت و پیشنهاد بدند ما اولی هم گپ زد من گفت که الان اگر ما بلوچان بیایم خصلت ہوتا به اصطلاح دو بیدگی ہوتا غیرت ہوتا به اصطلاح همت ہوتا شجاعت ہوتا بردباری ہوتا صبر ہوتا خوگرمی ہوتا به اصطلاح بیارندگی ما بلوچان طلا ہے خب تو طلا دادته خرچون بو شاکتر بو اشتر بو ما باید چون که طلا پیک پتوپی خیانت نکنیم براتوت مکشی کاران مکنی شرانجام مدی بیاین روی انسانیت خداوندی ما رو چون گفتم ما کار خداوند پیش برین بره ایشر بر کار ما ارپا حکیم براتن تقاضای کردن که دو بیده کو تو بیال مکنن کو چوکان واد چوک حتی در دوار که هستن چوکان واد فارسی پیشما داریم پیشش داریم اصل زبان مادریش پیش داره 360 زبانش پیش داره مبارکی بود ولی زبان مادری یا بیال مکنه الان شوکی فرض کن طرف رو زادن زندگی کن چوکو تا خبر پارسی آدن نه کلا وجه بلوچی آدن پارسی بجوز شکب نه الان آیگی دیگه کم دیگه همشو منگو بین رو مثلا الان 4 نفر رو عربستان ما شما کم بلوچ در عربستان ها همیشه جشن میگیریم 2 مارس همیشه جشن میگیریم الان پاک عربی هیچ بلوچی خبر نگنی مثلا شهر رفته فرانسه رفته دانمارک رفته فلان رفته فلان الان کل زبان رابطه چون که زبان در کشور همه زبانو نوشا عادت کرده به همه زبان بلوچ اندگه زبان فقط نامش بلوچ درسته ما در خدمت بابا جان شعر ما در چه بر شما گوش رو ما سور خب به اصطلاح همت ہوتا شجاعت ہوتا بردباری ہوتا صبر ہوتا خوگرمی ہوتا به اصطلاح بیارندگی ما بلوچان طلا ہے درسته خب تو طلا دادته خرچون بو شاکتر بو اشتر بو ما باید چون که طلا پیک پتوپی خیانت نکنیم براتوت مکشی کاران مکنی شرانجام مدی بیاین روی انسانیت خداوندی ما رو چون گفتم ما کار خداوند پیش برین بره ایشر بر کار ما ارپا حکیم براتن تقاضای کردن که دو بیده کو تو بیال مکنن کو چوکان واد چوک حتی در دوار که هستن چوکان واد فارسی پیشما داریم پیشش داریم اصل زبان مادریش پیش داره 360 زبانش پیش داره مبارکی بود ولی زبان مادری یا بیال مکنه الان شوکی فرض کن طرف رو زادن زندگی کن چوکو تا خبر پارسی آدن نه کلا وجه بلوچی آدن پارسی بجوز شکب نه الان آیگی دیگه کم دیگه همشو منگو بین رو مثلا الان 4 نفر رو عربستان ما شما کم بلوچ در عربستان ها همیشه جشن میگیریم 2 مارس همیشه جشن میگیریم الان پاک عربی هیچ بلوچی خبر نگنی مثلا شهر رفته فرانسه رفته دانمارک رفته فلان رفته فلان الان کل زبان رابطه چون که زبان در کشور همه زبانو نوشا عادت کرده به همه زبان بلوچ اندگه زبان فقط نامش بلوچ درسته ما در خدمت بابا جان شعر ما در چه بر شما گوش رو ما سور خب ما جورابو یکی لانکور که توی دیشی 4 لانکور کنن تنهایی شان یک بندوق ها این بندوق گو به اصطلاح چان سواسان بنده دیگه همیشه مود ثابت ہوتے کہ زمانے کے طریقہ سور و سواسی باهم داری ها باهم داری شرب سور درسته شرب سواس چیکار کی خب شرب لبک بابجی شرب کتوک کتوک همچی چوبی ها سری چوبی درست پچی بین کتوک خب و خاطشی زمانی که تو پادنات تواری کرتا حالا من یک دانه که ها اسقاله بیزک مدار کرتا 900 سال عمریو او ده ای وسط سے یک کندوکیه این زمانی که پادنات هیدش کرتا قواد برو تیر مکنه ملک یعنی همه چیزی در اصول در رای بوده دیگه فقط کوشش ما شما یک تکلی مانه تکل آکی اوتول اونجا
آیو تکل یک بسیار چی و یک پیشی و باز مقامتی نی بل خوب درست. دیگه شب پنچه کوشن ما شما بلوچم بود چیو استاد؟ شیر ما به زبان فارسی بگویم از بسیار آسیاب دستی ما شما بگویم هش درسته. این هش نگاره ایو شاید نقوش ها 900 سال عمریو این علامت گردین به اضافه کوستیناتش علامت برکت ها درسته. یعنی در هر چیزی یک علامت خاص آینه بوده درسته. چی که الان تیره مشاهده کنه شروع تاس درسته. یعنی در هر چیزی یک علامت خاص آینه بوده درسته. چی که الان تیره مشاهده کنه شروع تاس و کپل چون که ما نام موضوع تاس کپل نه درسته. تاس و کپل قبل از که تاس کپل بی وجود بیه ما آب قنات و توسعه شپان و ساران روزان و سایه و توزی کرده و کشاورزانی درسته. در زمان حضرت سلیمان حضرت سلیمان در رود نیل آب کم میاد کشاورزان گفت بابا شما یک کاری بکنی کمتر بکشی رود نیل دریاچه ولی کم بوده دیگه قدرت خدا بوده کم بوده که سالی شاید بوده این تاس کپل زمان حضرت سلیمان وجوده حضرت سلیمان یک رو تاس کپل وجودی و دیگه مثلا چی گفت مثلا آقا تو بینوان یک تاسی یا نیم تاس یک کوتی یک کوت کم کوتی یک کوت در کوتی تو گیشر مکش که آب به توان مارد چکم بعد کم کم از زمان حضرت سلیمان گنجایش یا تا کل دنیا تاس کپل هر کجا قنات هتا تاس کپل یا خب تاس کپل ما بسلا توزیع آب به کشاورزان عزیز بوده در دیوانش بوده تاس کپل کل مردم در دیوان بوده جنگش عروسیش نامزدیش سول و صلاحش دیگر آدگرانش اکثر تاس کپل بوده چون کلی مردمان در دیوانجا در تاس کپل بوده اگه 12 هنگام بوده 12 نماینده بوده میرا مسئول کل بوده آده دهقانا هر یک بسلا هنگام میره یکی دیگه بسلا نماینده بوده که بود در تاس خیانت مکنه چون تاس یک سلاخیه این آب کم کم میه این شکل پر رکن کپرشی بو یک تاسی نیم تاسی هم مشخص و پاک چیزان هم مشخصه پس روزی آب در بسلا تا 50 سال جلوتر در سراوان ما با تاس کپل